ممکنه بهترین محصولات رو داشته باشی ولی این سه اشتباه باعث بشه میکاپت ارزون دیده بشه. و جالب اینجاست که اکثرمون حداقل یکی از این اشتباهات رو انجام میدیم. اشتباه اول اختلاف رنگ فاندیشنتون با گردن هستش. حواستون باشه حتی اگر که بهترین و گرونترین فاندیشن دنیا رو هم انتخاب کنین، اگر که رنگش با پوست شما مطابقت نداشته باشه، بیش از حد اورنجی یا تیره تر و یا روشن‌تر از رنگ پوستتون باشه، میتونه میکاپ شما رو خیلی چیپ و غیر حرفه‌ای نشون بده. بنابراین حواستون باشه موقعی که میخواین فاندیشن انتخاب کنین، موقع خرید اون رو نه فقط روی دستتون امتحان کنین، بلکه حتما روی خط فکتون و گردنتون کرم پودر رو بزنین، اجازه بدین چند دقیقه خوش بشه، توی نور طبیعی چک کنید و بعد رنگ رو انتخاب کنید. دومین اشتباه اینه که همه جای صورت بخواد جلب توجه کنه. آرش اسموکی زیاد، رژگونه های تیره با هایلایتر به اضافه رژ لب قرمز و تیره، همه اینا اگر بخواد با هم دیگه توی یه میکاپ باشه معمولا شلوغ به نظر میرسه و ظاهرش از اون شیک بودن در میاره. بنابراین بهتره که توی میکاپتون فقط یک نقطه تمرکز داشته باشین. یعنی اگر که آرش اسموکی و تیره دارید، سعی کنید از رژ لب‌های نود و کمرنگ استفاده کنید و بالعکس. و سومین اشتباه که خیلی هم اتفاقا رایج هستش اینه که فینیش میکاپتون رو مناسب با نوع پوستتون انتخاب نکنید. این یعنی چی؟ یعنی اگر که شما پوست خشکی دارید، بهتره که از آرش‌های کاملا مات پرهیز کنین و بالعکس اگر که پوستتون چرب و مختلط هستش، با وجود اینکه ممکنه میکاپ های دوی فینیش و براق رو دوست داشته باشین، بهتره که این کار رو انجام ندین، به خصوص بعد از 1-2 ساعت اون میکاپ کاملا یه میکاپ عرق کرده و چرب و چیلی به نظر میرسه و میگم حتی اگر بهترین محصولات هم انتخاب شده باشه، جلوه چندانی نخواهد داشت. و به نظر من اون چیزی که میکاپ رو خیلی لوکس و گرون قیمت میتونه نشون بده اصلا قیمت محصولات نیست، بلکه مهم نحوه انتخاب اون محصولات هستش که بتونه چهره زیبای شما رو زیباتر کنه. اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً برای دوستانتون بفرستین و اگر نکته دیگه‌ای به ذهنتون میرسه که بعد توی این لیست اضافه بشه، حتما برام کامنت بذارین.